درود دوستان، امروز قراره با هم به دبی سفر کنیم و نگاهی بیاندازیم به یکی از حیرت انگیزترین ساخته‌های بشر، یعنی برج خلیفه. این سازه عظیم نه تنها بلندترین ساختمان جهان محسوب میشه، بلکه شاهکاری از مهندسی و طراحی مدرن به حساب میاد. پس همراه من باشید تا همه چیز رو درباره این برج شگفت انگیز بدونیم. تاریخچه و ایده ساخت برج خلیفه. دبی در اوایل قرن 21 میلادی به دنبال تبدیل شدن به یکی از مهمترین مراکز اقتصادی و گردشگری جهان بود. برای تحقق این هدف نیاز به یک نماد منحصر به فرد داشت. این شهر که زمانی یک بندر کوچک و مرکز تجارت مروارید بود، با کشف نفت در دهه 1960 به سرعت رشد کرد. با این حال، رهبران دبی متوجه شدند که برای حفظ رشد اقتصادی پایدار باید وابستگی خود را به نفت کاهش داده و روی توسعه زیرساخت‌های گردشگری، تجاری و مالی سرمایه‌گذاری کنند. یکی از این پروژه‌های بلند پروازانه ساخت برج خلیفه بود. ایده ساخت این برج توسط حاکم دبی، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم مطرح شد. او می‌خواست نمادی بسازد که دبی را در سطح جهانی معرفی کند. طراحی این پروژه در سال 2003 آغاز شد و در سال 2004 رسما عملیات ساخت آن کلید خورد. در ابتدا این برج با نام برج دبی شناخته میشد، اما پس از به افتخار شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس جمهور وقت امارات، نام آن به برج خلیفه تغییر یافت. مشخصات فنی برج خلیفه. برج خلیفه با ارتفاع 828 متر رکورد بلندترین سازه مستقل روی زمین را شکسته. این ساختمان دارای 163 طبقه است که شامل هتل، دفاتر اداری، رستوران‌ها و حتی آپارتمان‌های مسکونی لوکس میشه. در ساخت این برج از بیش از 330,000 متر مکعب بتون و 55,000 تن فولاد استفاده شده است. طراحی و مهندسی. طراحی برج خلیفه توسط شرکت معماری آمریکایی اسکیدمور شیکاگو انجام شد. ایده اصلی طراحی از شکل یک گل صحرایی الهام گرفته که باعث میشه برج در برابر بادهای شدید خلیج فارس مقاومت بیشتری داشته باشه. ساختار برج بر پایه یک هسته مرکزی بتونی و 3 بالای شعاعی طراحی شده که باعث پایداری آن در برابر بادهای شدید و زمین لرزه میشه. برج خلیفه دارای 3 بخش اصلی شامل پایه، بدنه میانی و بخش فوقانیه. هر کدام با طراحی و مصالح متفاوت برای بهینه‌سازی عملکرد سازه ساخته شدند. پایه برج از بتون مسلح با ضخامت 3.5 متر در هسته مرکزی و 192 ستون بتونی در فونداسیون تشکیل شده که هر کدام تا عمق 50 متر در زمین فرو رفتند. بدنه میانی برج از سیستم سازه‌ای لوله‌ای با ترکیب بتون و فولاد ساخته شده که پایداری ساختمان را در برابر بادهای شدید و زمین لرزه تضمین می‌کنه. این بخش شامل طبقات مسکونی، دفاتر اداری و فضاهای عمومی مانند سالن‌های استراحت و استخرهای روبازه. برای کنترل بار باد، برج دارای 26 ستون مورب داخلیه و عرض ساختمان در این بخش میانی به تدریج کاهش می‌یابه که علاوه بر بهبود عملکرد سازه‌ای، تأثیر باد را تا 55% کاهش میده. بخش فوقانی برج شامل سازه فلزی مخروطی شکلیه با ارتفاع 244 متر که آنتن ارتباطی و سیستم‌های نورپردازی را در خود جای داده. این قسمت از فولاد ضد زنگ و آلیاژهای سبک ساخته شده تا وزن کلی سازه را کاهش بده. آنتن بالایی دارای سیستم ضد رعد و برق با ولتاژ تخلیه 200 کیلووات است که از تجهیزات داخلی برج در برابر نوسانات الکتریکی محافظت میکنه. ساخت برج خلیفه با چالش‌های متعددی همراه بود که هر یک نیاز به راهکارهای مهندسی خاصی داشت. چالش نخست ارتفاع بی‌سابقه برج بود. ساخت سازه با این ارتفاع نیازمند توسعه فناوری‌های جدید برای مقاومت در برابر نیروهای باد، زلزله و فشار وزن ساختمان داشت. چالش بعد فونداسیون عظیمش بود که با توجه به وزن سنگین برج، پیریزی آن با 192 ستون بتونی که هر کدام تا 50 متر در زمین فرو رفتن انجام شد تا پایداری ساختمان تضمین بشه. دمای شدید دبی هم چالش دیگری بود. گرمای بیش از 50 درجه سانتیگراد در تابستان، چالش بزرگی برای بتون ریزیه. برای جلوگیری از سرخوردگی بتون، عملیات بتون ریزی تنها در طول شب انجام میشد. حمل بتون و مصالح تا ارتفاع بیش از 800 متر
چالشی بود که باید با استفاده از پمپ‌های قدرتمند و خاص و جرثقیل‌های ویژه حل می‌شد. چالش نیروی انسانی. بیش از 12,000 کارگر از کشورهای مختلف در این پروژه فعالیت داشتند که مدیریت و هماهنگی آنها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق بود. با توجه به آب و هوای گرم دبی، یکی از چالش‌های اصلی مهندسان طراحی یک سیستم خنک کننده کارآمد برای برج خلیفه بود. این ساختمان دارای یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های خنک کننده در جهان است. همچنین تأمین آب برای چنین ساختمان بلندی نیازمند طراحی شبکه گسترده از پمپ‌های فشار قوی و مخازن ذخیره آب بود. در این سیستم آب سرد از طریق شبکه‌ای از لوله‌های مرکزی در سراسر برج پخش شده و از طریق مبدل‌های حرارتی دمای داخل برج را متعادل نگه می‌داره. برج خلیفه روزانه بیش از 56 میلیون لیتر آب خنک کننده مصرف می‌کنه. این آب علاوه بر تهویه مطبوع برای سیستم‌های آبیاری فضای سبز اطراف برج نیز استفاده میشه. همچنین طراحی خاص پنجره‌ها و نمای شیشه‌ای برج باعث کاهش جذب گرمای خورشید شده و بهره‌وری سیستم خنک کننده را افزایش میده. در مجموع این سیستم باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری پایدار برج میشه. این برج دارای یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های اطفای حریق است که شامل مسیرهای تخلیه‌ای اضطراری مخصوص برای طبقات بالا و پیشرفته‌ترین سیستم اطفای حریق که شامل هزاران حسگر دود، سیستم‌های پاشش آب اتوماتیک و آژیرهای هشداره. در فواصل مشخصی از برج، اتاق‌های پناهگاهی طراحی شده‌اند که در برابر آتش و دود مقاوم هستند. این اتاق‌ها به آب، تهویه مستقل و سیستم ارتباطی مجهز شده‌اند. برج دارای پله‌های ویژه‌ای است که با دیوارهای مقاوم در برابر آتش محافظت میشن. این پله‌ها به سامانه فشار مثبت مجهز شدند که از ورود دود جلوگیری می‌کند. آسانسورهای مخصوص فرار. برخلاف بسیاری از آسمانخراش‌ها که آسانسورها در شرایط اضطراری غیرفعال میشن، برج خلیفه دارای آسانسورهای مخصوصی است که برای استفاده در مواقع آتش‌سوزی طراحی شده‌اند. همکاری با آتش‌نشانی دبی. برای اطمینان از آمادگی در مواقع اضطراری، نیروی آتش‌نشانی دبی آموزش‌های ویژه‌ای برای عملیات نجات در برج خلیفه دیده‌اند. از دیگر چالش‌ها می‌شود به نصب نما و شیشه‌ها اشاره کرد. بیش از 24,000 پنل شیشه‌ای ضد گرما برای نمای برج استفاده شدند که نصب آنها در چنین ارتفاعی چالش‌های فنی زیادی داشت. و نهایتاً مدیریت هزینه و بودجه که با هزینه بیش از 1.5 میلیارد دلار تأمین بودجه و مدیریت مالی پروژه یکی از سخت‌ترین چالش‌ها بود. آسانسورهای برج. یکی از جالب‌ترین بخش‌های برج خلیفه آسانسورهای فوق سری آن هستند که در هر ثانیه 10 متر حرکت می‌کنند و در عرض کمتر از 1 دقیقه شما را به بالاترین طبقه قابل دسترس می‌رسانند. برج خلیفه دارای 57 آسانسور است. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این آسانسورها سیستم دوجداره آنهاست که باعث می‌شود هر آسانسور بتواند 2 کابین مجزا را در یک چاه آسانسور حمل کند که به صورت همزمان و مستقل از یکدیگر حرکت می‌کنند. این طراحی نوآورانه باعث می‌شود که تعداد مسافران بیشتری در مدت زمان کوتاه‌تری جابجا شوند و میزان انتظار برای آسانسورها کاهش یابد. علاوه بر این ساختار دوجداره باعث افزایش ایمنی در شرایط اضطراری مانند آتش‌سوزی می‌شود. زیرا در صورت بروز حادثه، یکی از کابین‌ها می‌تواند به عنوان مسیر جایگزین برای تخلیه افراد مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این آسانسورها مجهز به فناوری پیشرفته‌ای هستند که حرکت آنها را نرم و بی صدا نگه می‌دارد و از تغییر ناگهانی سرعت جلوگیری می‌کند. یکی از خاص‌ترین آسانسورهای برج آسانسوری است که بلندترین مسافت پیوسته جهان را طی می‌کند و بازدیدکنندگان را مستقیما به سکوی تماشای طبقه 148 می‌برد. مکان‌های دیدنی داخل برج. در برج خلیفه چندین سکوی دیدنی وجود داره که محبوب ترین اونا طبقه 124 و 148 هستند. از اینجا می توانید چشم‌انداز فوق‌العاده‌ای از دبی داشته باشید. ساخت این برج بیش از 1.5 میلیارد دلار هزینه داشت.
با این حال به عنوان یکی از پربازدیدترین جاذبه‌های دبی هر ساله میلیون‌ها گردشگر رو به خودش جذب میکنه و درآمد زیادی رو نصیب این شهر میکنه. حقایق جالب درباره برج خلیفه. 1. اختلاف دمای بالا و پایین برج. دمای بالای برج خلیفه با دمای پایین اون تفاوتی حدود 6 درجه داره. این اختلاف به دلیل ارتفاع زیاد برج و کاهش تدریجی دما در لایه‌های بالاتر جو است. برای شستن تمام پنجره‌های این برج که بیش از 24000 پانل شیشه‌ای داره، حدود 3 تا 4 ماه زمان نیاز است. تیمی از متخصصان با تجهیزات مخصوص این کار را انجام می‌دهند. برج خلیفه از فضا دیده میشه. به دلیل ارتفاع و نورپردازی خاص آن، این برج از ایستگاه فضایی بین‌المللی هم قابل مشاهده است. هتل آرمانی در برج خلیفه. یکی از خاص‌ترین بخش‌های برج خلیفه هتل آرمانی است. این هتل لوکس که در طبقات پایینی برج قرار داره، اولین هتل طراحی شده توسط طراح معروف ایتالیایی دنیای مد جورجیو آرمانی محسوب می‌شود. هتل آرمانی 160 اتاق و سوئیت فوق‌العاده داره که همگی با طراحی لوکس تزیین شده‌اند. این هتل دارای امکانات رفاهی متعددی از جمله اسپا، استخر، رستوران‌های لوکس و سالن‌های مجلل است که تجربه منحصر به فرد را برای مهمانان فراهم می‌کنه. یکی از ویژگی‌های برجسته این هتل خدمات اختصاصی و سفارشی اونه. هر مهمان یک هست شخصی داره که تمام نیازهای اقامتی و رفاهی او رو مدیریت میکنه. به همین دلیل هتل آرمانی به عنوان یکی از خاص‌ترین هتل‌های دنیا شناخته میشه. برج خلیفه دارای 900 واحد مسکونی لوکس در طبقات 19 تا 108 است که شامل آپارتمان‌های 1 تا 4 خوابه با متراژ بین 75 تا 740 متر مربع است. طراحی داخلی این واحدها توسط شرکت آرمانی انجام شده و از سیستم‌های هوشمند خانگی، پنل‌های شیشه‌ای دوجداره برای بهینه‌سازی انرژی و سیستم تهویه مطبوع مرکزی بهره می‌برند. هر واحد مجهز به سیستم فیلتراسیون آب و عایق صوتی برای کاهش سر و صدای محیطیه. ورودی‌های بخش مسکونی دارای اسکنرهای امنیتی و کارت‌های شناسایی هوشمند هستند. امکانات رفاهی این بخش شامل 4 استخر روباز، یک باشگاه بدنسازی 1500 متر مربعی، سالن اجتماعات و یک کتابخانه خصوصیه. کنترل هوشمند انرژی در واحدها باعث کاهش 30% مصرف برق در مقایسه با ساختمان‌های مشابه شده است. سیستم مدیریت ساختمان BMS نظارت بر تمامی بخش‌های مسکونی را بر عهده داره و به صورت لحظه‌ای عملکرد تجهیزات را پایش می‌کنه. برج دارای 37 طبقه اداری در بخش‌های میانی از طبقه 112 تا 154 با مجموع مساحت بیش از 37000 متر مربع است. این دفاتر با ارتفاع سقف 3.5 متر طراحی شده اند و با سیستم تهویه مطبوع مرکزی با تنظیم دمای هوشمند مجهز هستند. نمای شیشه‌ای دوجداره دفاتر بازدهی انرژی را افزایش میده و تابش مستقیم نور خورشید را تا 50% کاهش میده. هر طبقه دارای چندین واحد اداری با متراژ متغیر قابل سفارشی سازی بر اساس نیاز مستاجران است. سیستم حمل و نقل عمودی در بخش اداری شامل 6 آسانسور اختصاصی با ظرفیت 14 تا 21 نفر است که دسترسی سریع به طبقات را فراهم می‌کنه. امکانات جانبی این بخش شامل 3 سالن کنفرانس مجهز به تجهیزات صوتی و تصویری پیشرفته، سالن انتظار با ظرفیت 100 نفر و یک فضای استراحت برای کارکنان است. مراکز تأمین برق اضطراری با توانایی تأمین 100% نیاز دفاتر تا 8 ساعت پایداری عملکرد را در مواقع قطعی برق تضمین می‌کنند و سیستم بازیافت آب خاکستری برای کاهش 40% مصرف آب در این بخش به کار گرفته شده است. نهایتاً برج خلیفه فقط یک آسمان خراش نیست، بلکه یک جاذبه توریستی، یک مرکز فناوری و نمادی از آرزوهای بلندپروازانه بشر است. با گذشت سالها همچنان یکی از جذابترین سازه‌های جهان محسوب میشه و الهام بخش بسیاری از پروژه‌های آینده است. با توجه به پیشرفت‌های سریع فناوری و مهندسی، آیا ممکن است در آینده شاهد ساخت برجی بلندتر از برج خلیفه باشیم؟
تنها زمان پاسخ این سوال را خواهد داد. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. حتما نظرتون رو در کامنت ها بنویسید و اگر دوست دارید ویدیوهای از این دست بیشتر ببینید کانال رو دنبال کنید. تا ویدیوهای بعدی با ما بمانید، بیشتر بدانید.